به نام خداوند مهربان. شماره 6. به نظرات دیگران درباره خودتان اعتنا نکنید. بله، من موافقم که تیتر کم زننده به نظر می رسد. واقعا هر چند وقت یک بار بازخورد اندکی از سمت دیگران برای شما مؤثر است. شما باید 2 یا 3 فرد مورد اعتماد را در اطرافتان داشته باشید که هر زمان لازم باشد حقیقت زشت و آشکار را به شما بگویند. من در مورد افراد زندگی شما صحبت می کنم. منظورم کسانی است که همیشه در اظهار نظر نسبت به شخصیت کامل و هویت و تجزیه و تحلیل زندگیتان بر اساس یک مبنای موثق بسیار کوچک سریع عمل می کنند. این نظرات را باید نادیده بگیرید، زیرا بیشتر اوقات ما دقیقاً به نظرات این افراد در مورد خود ما اهمیت بیشتر می دهیم و اگر آنها از ما انتقاد کنند صدمه می خوریم. حتی گاهی اوقات شاید این طور به نظر برسد که قضاوت‌های آنها درباره شخصیت، عملکرد و منش ما درست و مهم تر از عملکردهای خود ما است. این اشتباه بزرگ است. آنها چطور فکر می کنند که ما را کامل میشناسند؟ اول از همه آنها ما را بر اساس سیستم ارزشی خودشان قضاوت می کنند که احتمالاً بسیار متفاوت از سیستم ما است. ثانیاً، چطور امکان دارد که آنها درباره ما همه چیز را بدانند؟ چگونه آنها به این سرعت با توصیف شخصیت و منش ما و با شناخت کمی از ما و تحصیلات و تجربیات ما درباره ما نظر می دهند؟ چگونه آنها می توانند بفهمند که ما چرا اینچنین هستیم و در واقع چه کسی هستیم و چگونه بر اساس دانش اندک درباره خود ما عمل می کنیم؟ بیخیال. ما با این که 24 ساعت روز را با خود ما وقت می گذرانیم، هنوز کامل خودمان را نمیشناسیم. به حرفم اعتماد کنید. در بیشتر موارد ایده هایی که این افراد درباره شما دارند اشتباه و ناقص است، مگر اینکه واقعی باشند و به میزان زیاد نگران خوشبختی و زندگی شما باشند. به آنها زیاد توجه نکنید. اگر به نظرات دیگران خیلی اهمیت ندهید، احساس خیلی بهتر نسبت به خودتان خواهید داشت. شماره 7. به نظرات دیگران درباره خودتان اهمیت ندهید. آنچه می خواهیم به شما نشان دهیم این است که نظرات دیگران درباره شما مشکل آنها است، نه مشکل شما. بله، به همین راحتی شما نمی توانید همه را راضی کنید. بنابراین همین حالا از این کار دست بردارید. هر چه زودتر آن را بپذیرید بهتر است. بیشتر خود واقعیتان باشید. بیشتر از همیشه خودتان باشید و به اندازه کافی شاد باشید. در این صورت خواهید دید که افراد بهتر را به سمت خودتان جذب می کنید و بهترین کار این است که بدانید آیا آنها شما را همان طور که هستید واقعا دوست دارند یا خیر. اینها افراد هستند که برای پیشرفتتان مهم هستند. افرادی که مدام در موردتان
قضاوت و انتقاد می کنند را رها کنید. وقتی نگران این هستید که دیگران درباره شما چی فکر می کنند، همیشه این را به خاطر داشته باشید که آنها احتمالاً به همان اندازه نگران این هستند که شما راجع به آنها چی فکر می کنید. جالب اینجاست که هرچی بیشتر آرام باشید و نگرانی شما در مورد احساسی که در دیگران ایجاد می کنید کمتر باشد، احتمالاً اتفاقات بهتر خواهد رخ داد. فقط آرام باشید و خود واقعیتان باشید. شاد باشید. آنگاه خواهید دید افراد بهتر را به سمت خودتان جذب می کنید. فواید بی‌توجهی به نظر دیگران این است که از بسیاری استرس های روحی و روانی رها می شوید و حس آزادی بیشتر را تجربه خواهید کرد، زیرا مجبور نیستید در حضور آنها احتیاط کنید و آنها قادر به کنترل شما نخواهد بود. پس به نظر دیگران در مورد خودتان اهمیت ندهید و روی مهمترین نکته تمرکز کنید. به بهترین نسخه از خودتان تبدیل شوید و اجازه دهید دیگران کارهای خودشان را انجام دهند. شماره 8: خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. قبل از هر چیز باید بگویم حتی در دام این عادت به درد نخور گرفتار نشوید. امین حالا می توانید دست از مقایسه خودتان با دیگران بردارید. این همان راه سریع رفتن به سمت بدبختی است. شما باید این نکته را به طور واضح و شفاف بدانید. همیشه کسی وجود دارد که در هر موضوع بهتر از شما باشد. کسی که پول بیشتر دارد، موتر زیباتر دارد، دفتر بزرگتر دارد، کتاب پرفروشتر دارد و غیره. این حقیقت را بپذیرید و به حرکتتان ادامه دهید. تنها فردی که باید با او رقابت کنید شخصی است که دیروز بودید. به نقاط قوتتان تمرکز کرده و آنها را بسازید. به افراد موفق حسادت نکنید. در عوض از آنها درس بگیرید و در مسیر خویش بر روی موفقیت متمرکز شوید. به جای حسادت کردن به افرادی که آنچه شما ندارید را دارند، از آنها به عنوان منبع الهام استفاده کنید. مقایسه معنا ندارد. با مقایسه کردن شما یا احساس برتر خواهید داشت یا حس حقارت، ولی شما نه برتر هستید نه حقیر. شما مانند هر انسان دیگر در این کره خاکی با وجود نقاط قوت و ضعف ذاتی خویش انسان منحصر به فرد هستید. این مسئله نه خوب است و نه بد، خیلی ساده است. اگر واقعا در مورد این مسئله تحت فشار هستید، شاید باید مدت از شبکه‌های اجتماعی دور شوید. مطالعات نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی سهم عمده در ایجاد حس حسادت و غبطه دارند، زیرا ما ظاهر زندگی دیگران را می‌بینیم و آن را با باطن زندگی خویش مقایسه می‌کنیم. این مقایسه ها بی نتیجه است و سودی برایتان ندارد. شماره 9 عنوان است که من بسیار این جمله را خوش دارم. عنوان را که می‌خوانم برای شما
این است: سرتان در زندگی خودتان باشد. وقت شما محدود است، پس آن را برای سرک کشیدن در زندگی شخص دیگر هدر ندهید. در دام این باور گرفتار نشوید که باید با نتایج تفکرات دیگران زندگی کنید. اجازه ندهید سر و صدای نظرات دیگران صدای درونتان را خفه کند. و مهمترین مسئله این که شهامت پیگیری ندای قلب و شهود خودتان را داشته باشید. آنها به نوعی می دانند که شما واقعاً به چی چیزی می خواهید تبدیل شوید. بقیه مسائل اهمیت چندان ندارد. طبق آن چیزی که خودتان می خواهید زندگی کنید، نه زندگی که دیگران از شما انتظار دارند. نگران نباشید که همسایه یا دیگران درباره شما چی فکر می کنند، زیرا اگر بیش از حد به صحبتهای آنها اهمیت دهید، لحظه پیش می آید که دیگر با اراده خودتان زندگی نمی کنید. به ندای قلبتان گوش دهید، کارهایی را که خودتان می خواهید را انجام دهید، نه کارهایی که دیگران از شما می خواهند. شهامت متفاوت بودن را داشته باشید و اگر کسی همان طوری که دیگران می خواهند نباشد، آنها عصبانی می شوند. به نظر می رسد همه تصور روشنی از نحو زندگی دیگران دارند، اما اصلاً درباره زندگی خودشان چیز نمی دانند. شماره 10: از مشکلاتتان فرار نکنید. بیشتر مردم زمان و انرژی زیاده را بروی خود مشکل صرف می کنند تا بر حل مشکل. از مشکلات خیش فرار نکنید، زیرا آنها هر کجا هم که فرار کنید به دنبالتان می آیند. برای مثال، اگر به خاطر مشکلاتی که با همکارتان که تا حال او را ندیدید شغلتان را یا وظیفه‌تان را تغییر دهید، در وظیفه دیگر ممکن است با همان مشکل در فرد دیگر مواجه شوید. و یا هم مثال دیگر، ممکن است در روابط متعدد عاشقانه با همان مشکل روبرو باشید. تا اینکه مشکلات تکرار را حل کنید، این کار ادامه خواهید یافت تا زمانی که شما از شرایط درس بگیرید و یک بار برای همیشه مشکل را حل کنید. بهترین راه برای مقابله با یک مسئله این است که مسئولیت آنها را بر عهده بگیرید، به جای اینکه در اطراف آن پرزه بزنید و به دنبال مقصر باشید. با آن روبرو شوید و سپس با آن کنار بیایید. میدانم این کار دشوار است، اما وقتی آن را حل کردید می توانید آن را فراموش کنید. بسیار مفید و مؤثر است که مشکلات را به عنوان چالش، به عنوان فرصت‌هایی که برای یادگیری و رشد ببینید. حتی برخی افراد مشکلات را به عنوان دوست و محبت در نظر می‌گیرند. آیا در زندگی فقط مواجه شدن با مشکلات پی در پی است؟ تفاوت بزرگ در این است که چگونه با مشکلاتتان روبرو می شوید و آیا از آنها درس می گیرید یا خیر. هنگامی که شروع به حل مشکلات و یادگیری از آنها می کنید، زندگی بسیار راحت تر می شود. در بیشتر اوقات
رویارویی با مشکل و حل آن بسیار دردناکتر از کل روند پرزه زدن در اطراف آن و اجتناب از آن است. راه حل مشکلاتتان در بیرون نیست، بلکه در درون شما است. و برای خاتمه این بخش در یک مطلب مثبت بیایید به مشکلاتی که در زندگی خیش دارید نگاه بیندازیم. آیا هر یکی از آنها جنبه مثبت نداشتند؟ شاید ضرر در تجارت شما را از ضرر بزرگتر نجات دهد، زیرا از آن درس گرفته اید. شاید شما از همسرتان جدا شده باشید، اما سپس کسی را که حتی برایتان بهتر است ملاقات کنید. در موقع سخت بسیار مفید است. این باور را بپذیرید که در زندگی خداوند مشکلات را سر راه شما قرار می دهد که شما توانایی حل کردن آنها را داشته باشید.